بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب شرح درس های مهم برای عموم امت، خلاصه صفت نماز. بهترین است که مسلمان در خانه اش طهارت بکند و بهترین لباس هایش را بپوشد، سپس به طرف مسجد برود و در راه رفتن به مسجد در حرکت هایش آرامش و در ظاهرش وقار داشته باشد. یعنی سراسیمه نرود یا ندود یا زیاد به این طرف به آن طرف نگاه نکند یا آوازش را بلند نبردارد. پس زمانی که به مسجد رسید، کفشهایش را برآورده و آنها را در جاهای مخصوص شده بگذارد و همراه کفشها دنیا را نیز بگذارد. پس بداند که در مسجدها خرید و فروش و اعلان چیزی گم شده حرام است و هنگام داخل شدن مسجد پای راست را پیش گذاشته و بگوید بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. و در وقت برآمدن از مسجد میگوید بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم انی اسألک من فضلک. و مردان در صف اول میایستند و زنان در صف آخر. اگر نماز اقامه شده بود، تکبیر احرام گفته و با امام وارد نماز می شود. در هر حالی که امام بود و رکعت زمان حساب می شود که به امام در قیام یا در رکوع بپیوندد. سپس هنگامی که امام سلام داد، رکعت‌های را دریاب نکرده است می‌خواند. اگر داخل مسجد شد و هنوز نماز اقامه نشده بود، نماز سنت پیش از فرض را می‌خواند. اگر نماز بود که سنت پیش از فرض نداشت، پیش از این که بنشیند نماز تحیه مسجد می‌خواند. با نگاه کردن به ساعت یا کردن برای برپا شدن نماز به حرمت مسجد تجاوز نکند. سنت است که امام و تنها گذار به سوی ستره نماز بخوانند و ستره امام برای کسانی که پشت سرش نماز میخوانند نیز ستره است. بین قدمهایش را همانند بین کتفها قرار میدهند، نه بیش و نه کمتر، و بیرون پاهایشان را راست میکنند. بعد از اینکه شرطهای نماز را به جا آورد، همراه با بالا برداشتن دستها میگوید الله اکبر و انگشتان دستها را در این هنگام به هم چسبانیده و دست را تا راست کیف یا گوشها بالا میبرد و کف دستش را طرف قبله میگیرد. سپس دست راستش را بر پشت دست چپ و بند و ساعد آن میگذارد یا میبندد. نگاهش را در جای سجده قرار میدهد و به طرفها توجه نمیکند. سپس مستحب است که فقط در رکعت اول بعد از تکبیر احرام دعای استفتاح را بخواند و بهتر این است که هر بار یکی از دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در استفتاح آمده است بخواند. سپس به آنچه وارد شده است استعاذه میخواند، میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سپس بسم الله میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. سپس سوره فاتحه را کامل با ترتیب به حرکت ها، کلمه ها، حرف ها و آیت هایش میخواند. سپس هر قدر از قرآن که میسر باشد به استعاذه میخواند و فقط در اول سوره ها بسم الله میگوید. سپس دستانش را همان گونه که در تکبیر احرام بالا برداشته در هنگامی که الله اکبر میگوید به رکوع میرود و زانوهایش را میقپد و آرنجهایش را قطع نمیکند و پشت را همراه سر برابر قرار میدهد و از روی واجب بودن یک بار سبحان ربی العظیم میگوید و مستحب است که به آن چیزی که وارد شده است زیاد نماید. سپس همراه با راست شدن از رکوع و پیش از اینکه کاملا بایستد با برداشتن دستها تا برابر گوشها یا کتفها میگوید سمع الله لمن حمده. زمانی که کاملا ایستاد میگوید ربنا ولک الحمد و مستحب است که لفظهای دیگری که وارد شده است نیز زیاده از آن بگوید. سپس به برداشتن دستها تکبیر گفته و بر 7 اعضای خود یعنی پیشانی، بینی، دو کف دست، دو زانو و کف انگشتان پا سجده میکند. در سجده بازوهای خود را از پهلوها و رانها را از شکم و ساق خود دور کرده و ساعد خود را از زمین بالا میگیرد و یک بار از روی واجب بودن سبحان ربی الاعلی میگوید و مستحب است که به آن چه وارد شده است زیاده نماید و میتواند به آن چیز دوست می‌دارد دعا کند. سپس تکبیر میگوید و بر پای
پای چپش در حالی که آن خوابانده شده است می نشیند و پای راست را راست می گذارد و شکم و انگشتان پای راست را بر زمین می گذارد و انگشتان آن را به طرف قبله قرار می دهد و شکم کف دست را بر آخر رانها می گذارد. این طرز نشستن و در همه نشسته های نماز است، به جز 3 رکعت و 4 رکعت در تشهد اخیر به طرز تورک می نشیند. این طور که پای چپش را در زیر ساق پای راست قرار می دهد. سپس تکبیر گفته به مانند سجده اول سجده می کند. سپس تکبیر گفته و برای رکعت دوم می خیزد و همان کارهای را که در رکعت اول انجام داد انجام می دهد، مگر که در رکعت دوم تکبیر احرام و دعای استفتاح وجود ندارد. هنگامی که از سجده دوم در رکعت دوم خیز برای تشهد می نشیند. در تشهد با انگشت سبابه اشاره کرده و نوک انگشت میانه و ابهام را با هم می چسباند و در هنگام دعا در تشهد انگشت سبابه را حرکت می دهد. خواندن تشهد واجب است، این را می خواند. پس اگر نماز 2 رکعته باشد در تشهد صلوات ابراهیمی فرستد، از 4 چیز به الله پناه می برد. پروردگارا، به تو از عذاب جهنم پناه می برم و به تو از عذاب قبر پناه می برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می برم. و هر دعای دیگری که دوست دارد می کند و بهترین این است که دعایی کند که در سنت آمده است و همراه با آن بگوید: پروردگارا، مرا بر ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. سپس به طرف راست و چپ خود سلام می‌دهد و فقط سر خود را به حرکت دادن کتفها به طرف راست و چپ می‌گرداند و به اینکه سر خود را بالا و پایان برد یا که با دستانش اشاره کند. اگر نماز 3 یا 4 رکعت باشد، بعد از خواندن تشهد اول می‌خیزد. البته خواندن صلوات ابراهیمی در تشهد مستحب است. تکبیر گفته و رکعت 3 را خوانده و اگر نماز 3 رکعته است برای تشهد می‌نشیند و اگر 4 رکعته است رکعت 4 را نیز می‌خواند و سپس برای تشهد آخر می‌نشیند. تشهد را خوانده و صلوات ابراهیمی را می‌خواند و از 4 چیز به الله پناه می‌برد. پروردگارا، به تو از عذاب جهنم پناه می‌برم و به تو از عذاب قبر پناه می‌برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می‌برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می‌برم. و هر دعای دیگری که دوست دارد می‌کند و بهتر این که دعایی کند که در سنت آمده است و همراه با آن می‌گوید: پروردگارا، مرا در ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. اگر نماز فرض می‌خواند، خواندن اذکار وارده بعد از نماز برایش مستحب است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سپس میگوید: سبحان الله والحمد لله والله اکبر و هر کدام را 33 باری میگوید که جمع 99 بار می شود و 100 آن با گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر و پایان می رساند. سپس آیت الکرسی می خواند: الله لا اله الا هو الحي القيوم تا آخر. سپس سوره اخلاص: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و سوره فلق: قل اعوذ برب الفلق و سوره ناس: قل اعوذ برب الناس را میخواند. تنبیه مهم: قبلا ذکر شد که یکی از شرط‌های درست شدن نماز پوشاندن عورت است که در نماز واجب است. نمازگزار باید حذر نماید تا عورتش در وقت نماز نمایان نشود که به این خاطر نمازش باطل می شود. هرگاه یک نمازگزار همراه با امام نماز خواند، مشروع این است که طرف راست او بایستد، بجوله که پاهایشان برابر یکدیگر باشد، نه از امام پیشتر بایستد و نه از آن عقب‌تر و همین طور در کنار باقی نمازگزاران می ایستد.